این دومین قسمت باز کردن گره‌های دارک. قسمت قبلی رو دیدی نه؟ باشه، امیدوارم آماده باشی برای نصف نیمه فهمیدن سریال. اون بحث مارتا و نقطه عطف یعنی چی؟ الان یعنی این که این بچه یونس و مارتا وسط علامت بی نهایت واسطاده منتظر دنیا خراب شه؟ توی دارک هیچ کی بیکار با نمیسته، منتظر هیچ چیزی هم نیست. یا داره خیانت میکنه یا داره نفر دیگر رو میکشه. اینجا دارک. وقتی به مارتا گفته شد که نقطه عطف بچه‌شه، منظورش این بود که فرزندش بعداً مشخص میشه که حالا یک موجودی به اسم ریشه، اوریجین، حالا معمولاً بهش میگن آنون یا ناشناس، نقش اساسی داره تو تعیین کردن ایجاد حلقه‌های زمانی و سرنوشت تمام شخصیت‌ها. فرزند مارتا و یونس در واقع منشأ و سرآغاز حلقه‌های زمانی تکرار شوندند. این به این معنیه که تمام اتفاقات، رنج‌ها و روابط توی سریال به وجود این بچه وابسته است. این بچه به خاطر شرایط خاص تولدش و وجود در نقاط مختلف زمانی باعث ایجاد ناهنجاری‌هایی میشه که منجر به شکل‌گیری حلقه‌های زمانی میشه. به این دلیل به بچه مارتا نقطه عطف میگن که تمام تصمیمات و اقدامات شخصیت‌ها در طول سریال به نوعی به حفظ یا تغییر سرنوشت این بچه مربوط میشه. تلاش برای جلوگیری از تولدش یا اینکه تولدش رو ادامه بده و درگیری و سفر زمانیش رو داشته باشه، کدوم یکی از اینا. پس این جنگ اصلی الان بین اینه که ما بچه رو بکشیم و بچه رو باید نگه داریم. این وسط هیچ کسی نبود که بیاد بگه آقا مثلا بچه رو بفرستیم استرالیا کلان از حلقه دور باشه. اینا به جایی که قهوه بخورن بشینن با هم صحبت کنن، چرا میرن تو حلقه؟ چون اگه بشینن و تا یک همزیستی مسالمت آمیز بخوام سنگاشون رو با هم دیگه وا بکنن که دیگه سریال نمیشه، 2 قسمت بیشتر نیست، تموم میشه میره. این مفهوم به صورت خیلی عمیقی با موضوع جبر و اختیار تو سریال مرتبط هستش. آیا شخصیت‌ها میتونن سرنوشت خودشون رو تغییر بدن یا اینکه محکومن که این حلقه رو هی تکرار بکنن؟ اگه فرزند مارتا نقطه عطف باشه، آیا میشه از تولدش جلوگیری کرد یا اینکه این رویداد واقعا جدایی ناپذیر از این حلقه و این زنجیره باید تکرار بشه؟ این موضوع بار خیلی سنگینی رو دوش مارتا و یونس میذاره. اونا متوجه میشن که بچه‌شون نه تنها هدیه نیست بلکه یک مسئولیت بزرگه، یک بار سنگینه که سرنوشت تمام دنیا هم بهش وابسته است. فرزند مارتا یونس یا همون دی آنون، ریشه یا اوریجین، در واقع منشأ و سرآغاز حلقه زمانی تکرار شونده است. این به این معنی که تمام اتفاقات و رنج و روابط توی سریال به وجود این وابسته است. بعد ببخشید این بچه چرا همزمان هم جوونه هم بچه است هم پیره؟ این الان مشکل چیه؟ مشکل تقویم داره؟ مشکل تلپورت داره؟ نه تقویم نه تلپورت. تو هر 3 نسخه این بچه رو با هم میبینیم. مشکلت اینه. علت حضور بچه یونس و مارتا تو هر 3 بازه زمانی، یعنی کودکی، بزرگسالی و پیری و ارتکاب به قتل‌های متفاوت، این هستش. یکیش به خاطر حفظ حلقه‌های زمانی هستش، حفظ چرخه‌های زمانی و اطمینان از وقوع رویدادهای از پیش تعیین شده. این برای مارتا خصوصا در دنیای دوم مهمه. اون این کارو با از بین بردن کسایی انجام میده که میتونن این چرخه رو به خطر بندازن. به عبارت دیگه به عنوان یک عامل جبر عمل میکنه و تلاش میکنه تمام رویدادها طبق برنامه پیش بره. برنامه‌ای که سرمنشأ اون دنیا اونجا هستش، معمولا دنیای مارتا. به خاطر دستورات حوا، ریشه یا اوریجین توسط حوا برنامه‌ریزی و هدایت میشه. حوا معتقده که حفظ دنیاها و بقای مردمش فقط از طریق تداوم چرخه‌های زمانی امکان پذیره. برعکس یونس که فکر میکرد باید این حلقه کلا نابود بشه و تمام بشه. به همین دلیل اون به ریشه دستور میده تا هر کسی رو که تهدیدی برای این چرخه هست رو از بین ببره. ریشه به خاطر سفر در زمان و حضور تو نقاط مختلف تحولات پیچیده‌ای براش اتفاق میفته. به صورت همزمان تو 3 بازه مختلف حضور داره و هر نسخه از اون اهداف و دستورات حوا رو دارن دنبال میکنن. این موضوع باعث میشه که اون به یه شخصیت چند وجهی و غیر قابل پیش بینی تبدیل بشه که قادر به انجام یه عالمه کار خشونت آمیز. ضمناً سریال دارک به شدت به مفهوم جبر و سرنوشت میپردازه. ریشه به عنوان یک عامل جبر داره عمل میکنه. نمادی از این ایده هستش که بعضی از رویدادها اجتناب ناپذیرن و نمیشه از وقوع اونا جلوگیری کرد. قتلی که انجام میده بخشی از این زنجیره اجتناب ناپذیر و جبره و به حفظ ساختار چرخه زمانی میتونه کمک بکنه. خب میتونی بگی کدوم دیوانه اصلا این دستگاه رو اختراع کرد؟ کدوم دستگاه؟ یه عالم راه واسه سفر در زمان هست، با غار برو. و ببخشید این آدم و حوا رو بچه‌شون رو میکشن هی. الان یونس خودش به این نشه رسیده که باید بچه‌شو حذف بکنه؟
هدف آدام نابودی چرخه است. یوناس یا همون آدام که توی آینده میشه آدام با همه وجود میخواد این لوپ لعنتی رو که باعث رنج و مرگ همه شده رو بتونه نابود بکنه. اعتقادش اینه که باید ریشه حلقه رو، یعنی منشأ این تناقض که تولد بچه یا همون آنون هستش رو باید بخوش کنه. مثلا مارتا و بچه‌شو با هم بکشه تا پارادوکس تموم بشه. اما هر کاری میکنه، هر قتل، هر خیانت، هر قربانی سازی و حرکتی که برای شکستن این حلقه انجام میده، چون خودش هم محصول همون حلقه است، اجباراً بازی همون حلقه ادامه دار میشه. این دست و پایی که توی مرداب زده، خودش دوباره مردابو به وجود آورده. یا مثل همون مار اوروبروس که هر چی دم خودشو بیشتر بخوره، در واقع خودش از نو متولد میشه. آدم فکر میکنه که اعمال قاطعش، یعنی مثل حذف کردن نوح، حذف کردن آنون، مرگ مارتا، چرخه رو میتونه بشکنه، ولی خود این رفتار بخشی از خود همون چرخه است و تحقق بقای چرخه به گونه‌ای طراحی شده که همه کنش‌ها، حتی اونا که علیهشن، در نهایت به سودش رقم میخوره. خب چرا خودشون که اصل ماجرا نمیمیرن؟ تقلا برای آزادی وقتی ابزارها و ذهنیت همگی زاده همون بند و زنجیر باشه، حاصلش فقط بازیافتن همون زندان ظاهری هستش. برای همین هستش که یوناس نمیمیره، مارتا هم تو دنیای دوم نمیمیره. الان این پدر فداکاره حساب میشه یا نابودگر حرفه‌ای حساب میشه؟ مارتا هم که میگه همه چی باید بمونه. الان کل داستان جنگ خانوادگیه، نه؟ مارتا زنه، نماد زندگی و زایایی، معتقد چرخه نباید تموم بشه، بلکه باید تداوم داشته باشه، حتی اگر درد و رنج همراهش باشه. لذا به همراه پسرش آنون هر چیزی که تداوم حلقه رو به خطر میندازه رو حذف میکنه، حتی خود یوناس رو. بعد کی رسما گفتش که بیا بریم دستگاه بسازیم ببینیم چی میشه؟ بعد این وسیله سفر در زمان چیه؟ قاره، نیروگاه، ماده خداه. چرا از طریق هر چیزی میتونستن سفر کنن؟ الان هر کسی که حوصله‌اش سر میره تو زمان سفر میکنه. یعنی دستگاه صندلی چی میگه این وسط؟ یه لحظه سوال نپرس، بذار یکیشو جواب بدم بعد. اینجا تازه یک سری چیزای خیلی بدیهی رو فهمیدیم. قسمت بعدی مربوط به سفر در زمان، اولین گیجی جدیده.